باباها گوش کنید. این ویدیو برای شماست. دیگه سریال خانومت رو قطع نکن برای اخبار دیدن. خودت اخبار زنده دنیا رو انگلیسی ببین و زرنگ باش. ولی وایستا، میدونستی مصاحبه های ترامپ هم میتونه کلاس زبان باشه. پس بیا با هم لغات مهمش رو یاد بگیریم که فردا با بچه ها و دوستات یه ذره باحالتر انگلیسی حرف بزنیم. بزن بریم. I'm going to sign the new proclamation, please. Sir, this is a proclamation both commemorating the 90th anniversary of the Social Security Act, the signing of the Social Security Act, and also the incredible accomplishments of your administration fixing and promoting and safeguarding Social Security. And it also obviously mentions the fact that as part of the One Big Beautiful Bill, a vast majority of our senior citizens are no longer paying taxes on their Social Security benefits as you promised in your campaign and as you delivered for the American people. That's a big factor, isn't it? Huh? Yes, sir. That's great. I think they're very happy about it, too. They're very happy about a lot of things. Good job, Frank. Thank you, sir. حالا بریم بخشی از مصاحبه پرزیدنت ترامپ رو با هم بررسی کنیم. در ابتدا میریم برای توضیح لغات مهم. ولی قبلش چند بار مصاحبه رو با زیرنویس فارسی ببینید و به خاطر بسپارید. اگه در رابطه با کلمه ای براتون سوال ایجاد شد، داخل کامنت ها بپرسین. شروع میکنیم. با proclamation معنی اعلامیه رسمی یا بیانیه دولتی. این کلمه بیشتر در سیاست و اخبار استفاده میشه وقتی دولت یا رئیس جمهور چیزی رو رسمان اعلام میکنه. مثال: The president signed a new proclamation about education. رئیس جمهور یک اعلامیه جدید درباره آموزش امضا کرد. 2. Commemorating معنی گرامی داشت، یادبود گرفتن فیلینگ که نشون میده داریم سالگرد یا خاطره ای رو زنده نگه میداریم. مثال: We are commemorating the 50th anniversary of our school. ما 50مین سالگرد مدرسمون رو گرامی می‌داریم. C. Anniversary معنی سالگرد یک اتفاق خیلی پرکاربرد برای جشن‌ها، ازدواج‌ها یا وقایع تاریخی. مثال: Today is our wedding anniversary. امروز سالگرد عروسیمونه. 4. Accomplishment معنی دستاورد، موفقیت، بزرگ. وقتی کاری سخت انجام میشه و نتیجه موفقیت آمیز میگیم accomplishment. مثال: Graduating from university was her biggest accomplishment. فارغ التحصیلی از دانشگاه بزرگترین دستاوردش بود. 5. Fixing معنی درست کردن، تعمیر کردن. مثال: He is fixing his car in the garage. او در حال تعمیر ماشینش در گاراژه. 6. Promoting معنی ترویج دادن، تبلیغ کردن. در سیاست یا کسب و کار زیاد استفاده میشه. یعنی چیزی رو بهتر یا معروفتر کنی. مثال: The company is promoting a new product. شرکت داره محصول جدیدی رو تبلیغ میکنه. Safeguarding معنی محافظت کردن، حفاظت رسمی تر از protecting. بیشتر تو متن‌های حقوقی و سیاسی میاد. مثال: The law is safeguarding children's rights. این قانون از حقوق کودکان محافظت میکنه. H. Vast majority معنی اکثریت وسیع، بخش بزرگی از مردم. ترکیب خیلی رایج در اخبار و آمار. مثال: The vast majority of students passed the exam. اکثریت وسیعی از دانش آموزان امتحان رو قبول شدن. Senior citizens معنی سالمندان، افراد مثلا محترمانه تر از old people. در آمریکا خیلی رایجه برای اشاره محترمانه به افراد بالای 18 سال. مثال: The city offers free transport for senior citizens. شهر حمل و نقل رایگان برای سالمندان ارائه میده. Death delivered معنی تحویل دادن، انجام دادن وعده. اینجا منظورش اینه که سیاستمدار به وعده های انتخاباتیش عمل کرده. مثال: The company delivered the package on time. شرکت بسته رو به موقع تحویل داد. خب تا اینجای کار شما بخشی از مصاحبه رو دیدین و کلمه مهم یاد گرفتین. این یه پیشرفت بزرگه. فکر کن اگه روز 10 ساعت برای این کار وقت بذاری میتونی کلی پیشرفت کنی. پس برای ویدیوهای بیشتر لایک و سابسکرایب فراموش نشه. Love you all.